فرشتگان مقرب در خدمت امام زمان خیالی. امام زمان ارواحنا له الفدا نیز وقتی که ظاهر می شود، از فرشتگان جمع بسیاری در خدمت اون حضرت خواهند بود که جبرئیل امین در مقدم اونها قرار دارد، میکائیل در مقدمه اونها قرار دارد. این ملائکه مقرب خداوند اینها جلودار اصحاب و یاران امام زمان ارواحنا له الفدا خواهند بود. بینندگان گرامی، غلو و زیاده روی در امام زمان خیالی این آخوندان شیعه را به جایی رسانده که فرشتگان مقرب الله متعال را خدمتکاران او بلکه جلوداران اصحاب و یاران او می‌دانند و چنین سخنان بیدلیل و بیمدرکی را به خورد مردم می‌دهند، حالان که الله متعال آیات متعددی در وصف فرشتگان خیش نازل نموده است که فضل و برتری آنها را بیان می‌کند. اما در مورد امام زمان خیالی یک آیه هم نازل نشده است و نامی از امام زمان در قرآن نیست. ایمان به فرشتگان رکنی از ارکان ایمان ما مسلمان هاست که بدون آن ایمان ما درست نیست. اما اعتقاد به امام زمان خیالی یکی از خرافاتی است که این آخوندها آن را درست کرده اند و مردم را با آن گمراه می کنند. الله متعال فرشتگان خیش را چنین می ستاید: فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. و اگر از توحید و عبادت الله سرکشی کردند، پس بدانند کسانی که نزد پروردگارت هستند، یعنی فرشتگان، شب و روز او را به پاکی یاد می کنند و خسته نمی شوند. و الله متعال در قرآن کریم برای فرشتگان وظایفی متعدد را بیان نموده که از آن جمله آوردن وحی الهی به پیامبران علیهم السلام است. اما از وظیفه خدمت به امام زمان در قرآن خبری نیست. الله متعال می‌فرماید: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. به خواست و اراده خیش فرشتگان حامل وحی را بر هر کس از بندگانش که بخواهد فرو می فرستد که هشدار دهید هیچ معبود بر حقی جز من وجود ندارد، پس تقوا را پیشه نمایید. و فرشتگان بدون فرمان الهی فرود نمی آیند. الله متعال به نقل از آنها می فرماید: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فرشتگان گفتند ما تنها به فرمان پروردگارت فرود می آییم. پروردگار آینده، گذشته و حال ما را می داند و پروردگارت فراموشکار نیست.